خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خلاصه از طیف دانشجو هست تا مدیر عامل شرکت خیلی خوب و خیلی خوشحالم که خدمتون هستم. با واقعیتش اینه که میگم داستان ما از کارهای تحقیقاتی دانشجو شریف شروع شدش با یکی از استادامون. خلاصه یه روز اون موقع از مهندس هاشمی از سازمان توسعه اومد گفتش که سازمان صنایع گسترش اومد گفت آقا شرکت بزنید، ما حمایت میکنیم فلان و اینا تو بخش مرکز صنایع نوین. بعد ما دیگه خلاصه شرکت ایجاد کردیم به این پشتوانه که ساپورت بکنن، طرح دادیم، همه چی رفت، آماده شد، رفت تایید شد، مصوب شد، رفت سازمان برنامه بودجه. زمان احمدی نژاد ایشون کل سازمان برنامه بودجه رو منحل کرد، کلش رفت رو هوا و ما رفتیم دستگاه خریدیم. مثلا یه دفعه موندیم دیگه جا اجاره، من یادم هی اجاره هم داشتیم میدیدیم، دستگاه نتونستیم بخریم پرداخت بکنیم و اینا. شبا خوابم نمیبرد، یعنی استرس این که داری هزینه میدی و هیچ تولیدی نداری. میخوام بگم که بخش واقعی از کارآفرینی همینه، یعنی اون استرسی که رو حرف این اون حساب کردی اصلا رفته بود، مصوب شده بود، بعد یه دفعه دیگه فکر نمی‌کنم کلا دیگه سازمان برنامه بودجه رو بزنن به رو هوا. ولی این نکته که جالب بود، میگه ما بهار نشستیم و با خانواده، من اون موقع خیلی سال و 18 سال پیش بود، در واقع پدرم سرمایه گذاشته بود با دکتر باقر و یک نفر سوم. بعد دیگه نکته که جالب بود، گفتیم ما بهار باید یه جوری پول تامین بکنیم دیگه، هر شکلی هستش. خلاصه رفتیم به پدرم صحبت کردیم، یه واحد مسکونی داشتیم، بذار سندم نگرفته بودم و خلاصه اون موقع یادم یه واحد 70 میلیون تومان فروختش، پولشو داد به ما و ما این پول رو آوردیم. مثلا دکتر باقی هم یه زمینی داشت تو همونجا شروع کردیم، گفتیم یه کاری اونجا انجام بدیم بفروشیم و ما با اون سرمایه اولیه شروع کردیم. بعد دیگه رفتیم سراغ صندوق توسعه تکنولوژی، آقای چیز بود اونجا، آقای زرناخی. بعد طرحمون رو ارائه کردیم و صحبت کردیم. نکته که جالب بود، من موقع یادم طرح رو ارائه می‌کردیم، من احساس کردم که خیلی طرح رو خوب متوجه نشدن یا مثلا انقدر چیز نبود. چیزی که براشون مهمترین عاملی که به نظر من باعث شد که وام ما رو مصوب بکنن به عنوان اولین وامی که ما گرفتیم این بود که گفتم آره مثلا پدرم یه واحد داشت فروخت داد به ما و این نکته از اون موقع نکته طلایی بود تو ذهنم که یک نفری که وارد کاری میشه اولین قدم اینه که تو تامین مالی میتونه اعتماد خانواده‌اش رو جلب بکنه. خیلی مهمه. ما قور میزنیم میگیم بانک وام نمیده، فلانجا وام نمیده. میگه خب تو اول پدرتو میتونی راضی بکنی که همچین ریسکی بکنه، فکر کن مثلا دو تا نمیگیم حالا خونه خودشو نفروشه ولی یه خونه دوم اگه داشت حاضر این کارو بکنه. و من مطمئنم مهمترین عاملی که اون موقع به ما وام دادن همین بود که گفتن اینا که خونه‌شون رو فروختن گذاشتن تو این بیزنس حتما پول ما رو هم نمیسوزونن دیگه. خب به خاطر هم اولین نکته اینه که شما تو هر کسب و کاری اعتماد خانواده رو جلب بکنی. اگر تونستی پدرت رو مجاب بکنی و این کارو کردی، میتونی به احتمالاً با شانس داری با رئیس بانک یا صندوقی مذاکره کنی و باهاش مجاب. اگه نتونستی خانواده خودت رو مجاب بکنی، چه انتظاری داری که من برم طرح بدم و اون فوری پول بده؟ بخاطر این از نگاه این ور که خب شاید قور میزنیم که آقا مثلا تامین مالی نمیشه. یا میخوام بگم این رو به عنوان به نظر من نقطه شروع باید بهش توجه کنیم که ما تو بخش خودمون در واقع ما باید طرحمون، توانمندیمون، سابقمون این اعتمادزایی ایجاد بکنه و بعد میتونیم به واسطه اون در واقع کردیت و پله پله ایجاد میکنی، اعتبار در واقع کوچیک کوچیک ایجاد میشه و بعد میتونید توسعه بدید. و بعد خوشبختانه ما این طرح رو انجام دادیم. بعد از یک سال شانسی که آوردیم، خلاصه اون موقع مرکز صنایع نوین دوباره احیا شد. یه چند تا از این طرح‌های قبلی که دوام آورده بودن، پیشرفت کرده بودن، دوباره تسهیلات دادن و خب باعث شد که ما بریم یه واحدی کارخونه کوچیکی رو درست بکنیم و اون لحظه درسته بود که یکی از نقاط در واقع عطف شرکت ما بود که بعد تونستیم توسعه بدیم، دستگاه بگیریم و بعد خلاصه اومدیم سراغ صندوق نوآوری، صندوق نوآوری شکوفایی. همه چیزم اولین بود دیگه. مثلا میرفتیم اونجا یه اولین وام بود، خواستن تو شریک صنعتی بدن، مثلا اشکال داشت دیگه. برای طرح ما رفت تو هیئت دولت تا مصوب بشه، یعنی بین فاز 1 و 2 تقریبا یک سالی ما رو هوا بودیم به خاطر اینکه مثلا اینا تو شریک صنعتی نمیتونستن ملکو در رهن ببرن، این در رهن صندوق نمیتونستن، این رفت تا هیئت دولت مصوب بشه. میخوام بگم که تو این مسیر در واقع
فراز و نشیبای خیلی جدی هست. اما الان که من برمیگردم به عنوان مدیر عامل بعد از 18 سال، وقتی که الان زمان بندی خودم رو در نظر میگیرم، یعنی این نکته مهمیه. شما تو هر کسب و کاری واقعا اینه که خیلی مهمه که شما بگید من در طول روز زمانم رو به عنوان مدیر عامل، مدیر چجوری دارم تقسیم میکنم در طول هفته و ماه، و اون نشون میده اولویت‌های شما کدومه. خب وقتی که الان دارم برنامه‌ریزی میکنم میگم آقا الان تقریبا بیشتر وقت من تو حوزه تامین مالیه، یعنی چون خیلی از دوستان از نگاه فنی میان، نگاه مهندسی میان و بعد وارد بیزنس میشن و همیشه اون بعد از یه جای دیگه میخورن. من مثلا 2 تا نقطه در واقع خطرناک یه شرکت هست، حالا با اغماس میشه 3 تا یکی دیگه است. یکیش اینه که مدیرا در واقع از مسئله تامین مالی غافل میشن یا درست برنامه‌ریزی نمیکنن. مورد دومش موضوع بحث تعامل انسانی و مدیریت افراد هست. خیلی مواقع ما اینو خیلی به اون یاد نمیدن، چجوری در واقع بتونیم با افراد تعامل بکنیم، مدیریت روابطمون و مدیریت منابع انسانیمون تقویت بکنیم و بعدش میشه بحث بازار و عدم توجه وقت گذاشتن تو توسعه بازار. میخوام بگم که موضوع تامین مالی، موضوع مدیریت نقدینگی از تامین مالی هم مهمتره. توی بنگاهتون اینو بهش توجه کنید. گاهی مواقع هستش که شما شرکتتون وضعش خوبه، درآمد داره، ولی خب چکتون برگشت میخوره و دومینووار اعتبارتون رو از دست میدید. یعنی گاهی مواقع مدیریت نقدینگی از تامین مالی اصلا خیلی کلیدی تر میشه. شما بگو من ثروت دارم ولی وقتی چکات برگشت بخوره اصلا دیگه به چپ نگاه ما. این بانک میای دیگه، من بعضی موقع مذاکره میرم یا به اصطلاح بحثای مالی میکنیم، میگم یاد این یکی از فیلم‌های چارلی چاپلین بودش، توی کلبه گیر کرده بودش، بعد یه آدم گنده‌ای بود، گشنش بود و اینا، بعد داشتن از گشتگی می‌مردن. بعد چارلی چاپلین نگاه می‌کرد، نگاه مثلا یه چیز میدید به عنوان غذایی که بخورش. بعضی ما به مالی مثلا میریم بانک، میگم شما هم ما رو نگاه می‌کنی، مثلا هی می‌بینی چقدر پول داره، ما رو با پولمون نگاه می‌کنی، خودمون رو اصلا شرکت و اینا رو، یعنی گاهی موقع این داستانه هست. ولی می‌خوام بگم که واقعا این موضوع مدیریت نقدینگی و بحث تامین مالی یکی از بخشای بسیار کلیدی هستش. من برای اینکه صحبت طولانی نشه اینجا می‌خوام یه سوال کوچولو بکنم، شما این اگه بشه کوتاه جواب بدین که بعد بریم این طرف. شما آقای زکایی فاز توسعه تکنولوژی رو با چه منابعی اومدین؟ چون من اینجوری که متوجه شدم این کاری که پدر انجام دادن، اون مثلا سرمایه شخصشون رو در اختیار شما قرار دادن و بعد ترش صندوق توسعه تکنولوژی، اینا مال موقعیه که شما توسعه تکنولوژی رو خودتون انجام داده بودید، درسته؟ به هر حال یه بخشی از اون بود. یعنی ما اینجوری نیستش که شما فکر کنید مثلا توسعه تموم شده حالا به تامین مالی، بخش اعظمش این بخش جریانه. یعنی ما در طول این 18 سال ما همواره محصول دیولپ کردیم، ولی من اون بخش به نظر من سرمایه‌ای که پدرم گذاشته بود عددش اصلا اینقدری نبود که بتونیم ما این کار جدی بکنیم. بیشتر اعتمادزایی بود برای اینکه بتونیم از جای دیگه سرمایه جذب کنیم. میخوام به چی برسم؟ میخوام نقش دانشگاه رو متوجه بشم. شما یه دوره که تو دانشگاه بودین، گرانتی که اگر مثلا وجود داشت یا نداشت، اون چه نقشی داشت تو قبل از اون ماجرا؟ عددش خیلی کوچیک بود و تأثیری در کسب و کار ما نداشت، خیلی کوچیک بود. اون نقش صندوق در واقع توسعه تکنولوژی نقش خیلی پررنگ بود. اون موقع ما اون وامی که گرفتیم تونستیم در واقع دستگاهمون تکمیل بکنیم و اون بخش اوله قطعا بی تاثیر نبود. این نکته‌ای که وجود داره واقعا یه باید شما یه منحنی در نظر بگیرید که اولش شیبش کم بی تاثیر نیست، بعد یه نقاط عطفه که یه دفعه شما میتونید جامپ بکنید و بذار اینجوری بگم، شما روزی که رفتین اون منزل رو فروختید یا روزی که رفتید از اون صندوق وام گرفتید تا TRL 4 اومده بودید یا نیومده بودید؟ تو بعضی از محصولاتم اومده بودیم، بعضیش نه نیومده. مرسی. من از صحبت‌های مهندس نادری منش که خب گردن ما هم حق داره، خلاص همه دوستان که رو پنل هستن خیلی لطف داشتن و جزء خوبان این اکوسیستم هستن و خیلی خوشحالم کنارشون هستم. ولی نکته مرکز صنایع نوین گفت، من یاد پدرم میافتم، حالا خیلی هم محبت داشته. اون موقع بچه بودم، واسه یه جایی بودش رفتیم شنا بکنیم، حالا نگم اسمشو،
بعد ایشون هم خودش به زور شنا میکرد، من کوچیک بودم، منو هل داد تو عشق عمیق که به این هوا که برو یاد بگیر دیگه. بعد ما اونجا دست و پا زدیم، خلاصه یه چیزی یاد گرفتیم اومدیم بیرون. بعدش اومدم بعدن که فکر می‌کردم خاطر شما که آخه بلد نبودی که من در بیره، خودت هم من نخواد تو آب قصد عمیق من به زور اگه در نمی‌اومدم چیکار می‌کردم. حالا مرکز ثانویینم همین بود، میگه آقا برید شما شرکت رو بزنید، ما خلاصه هواتون رو داریم. خلاصه دقیقاً اگر دست و پا نمی‌زدیم خلاصه ممکن بود زنده نمونیم. حکایت همینه. ولی خب میخوام بگم که زنده بودیم. حالا حکایت اون همینه. ببینید در موردی که اشاره کردن رو بحث منابع مالی واقعا نکته درستیه. من توی بحث پول، ما بعضی میگیم پوله دیگه، ولی واقعا باید منابع پولی رو متفاوت ببینیم. ما در واقع میتونم بگم 4 تا بخش هستش. شما مثلا تو بخش خودم 4 تا قسمت میکنیم پولایی که وجود داره. یه بخشش همین مثلا در قالب فاند بلاعوض، نمیدونم سرمایه پدره، یه پولی که بسوزه دردت میاد ولی به خاک سیاه نمیشوند. خب آره، زندان نمیر. این پولیست که میتونی باش ریسکای بزرگ کنی روی تحقیقاتت فلانش، یعنی تو حوزه‌های خیلی های ریسک استفاده کنی. یه بخشش هست وامای حمایتی، نرخ بهرهش پایین‌تره. خلاصه همین وامایی که صندوقا میدن و اینا هزینه مالیش خیلی بالا نیست. حالا شاید مثلا زندان انداختنتون یه جوری یکی واسطه بکنه در بیاره مثلا. خلاصه یه جنس وام هست، وامای بانکیه، میرید با بانک مذاکره میکنید با نرخ بالاتر در میاد. الان هولوش 30%، این 23 رو فراموش کنید، هولوش بین 30 تا 34-35%. این نرخ در واقع اونا زندان میندازنتون، اون باید در واقع برید تو طرحی که مطمئن باشید که تو بخشیست که میخواید طرحتون رو اسکیل بکنید، یعنی فروشش رو مطمئنید، توسعه دارید، میخواید میزان از فروشش مطمئنید، در واقع از این پولتون اون موقع استفاده میکنید. دومیه رو در واقع برای ایجاد محصول اون وام ارزونترش، یه مقدار ریسک پذیریش بالاتره. و آخرش این وامای گرون خونه خراب کنه صندوقا، حالا یه چیز نشنوه آیه نیری 45 50 60 میره بالا. خب این نرخای بسیار گرونه که قشنگ چیز میکنه میسوزونه. و اینم واقعا اینم به نظر من یه پول بسیار گرون نمیتونیم ازش بزنیم، ولی این توی جای بحرانی بهتون کمک میکنه. مثلا شما فرض بکنیم که میخواید از بانک بگیر، الان بانک ها مجبورتون میکنن که شما یه میانگین ایجاد بکنید. این پول خیلی گرون رو ممکنه بذارید توی بانک میانگین ایجاد کنید که بتونید تسهیلات بگیرید، یا یه دفعه ارز داره جامپ میکنه یا حواله خارجی داره. این برای این روزی است که چه میدونم به اون پول حکایت اون نیست تو صحرای مثلا کویری از تشنگی دارید میمیرید، خلاص حاضرید هر پولی بدید یا آب بخورید. این از اون جنس پولاست. خب ولی باید 4 تاشو تو حتی اگه شرکت دارید تو سبدتون ببینید و هر کدوم رو جای خودش استفاده کنید. اصلا این پول رو جابجا نکنید، نگید پوله، واقعا پول نیست. یعنی هر کدومش رو باید تو جای خودش استفاده بکنید و این به واقع میتونه یه جوری مدیریت منابعتون و مدیریت ریسکتون باشه. من بعضی مواقع خلاصه دلم به حال نسل جدیدتر میسوزه. ما اون موقع که شروع کردیم این کار یه نگاه کلان داشتیم. این اشاره خوبی آقای دکتر کردن. ما بعضی موقع تو دانشگاه یه پروژه‌ای انجام میدیم، یه تعصب خاصی داریم، من الا بالله ادامه اون پروژه اون چیزی که بلدم رو باید بیام محصول بکنم. واقعا شاید این پروژه من فکر کی تعریف میکنه؟ یه استاد دانشگاهی تعریف میکنه که تهش اینکه میخواد این مقاله بده، نه دیده به نسبت به صنعت داره نه بازار داره. من چون رفتم پروژه ارشدم و دکترام و لیسانسم اونجا گذاشتم، فکر میکنم الا بالله بعد از این حوزه پول در بیارم. میای تو بازار میبینی اصلا اون ایده کشکی، اصلا نمیتونی پول در بیاری. خب یعنی اصلا باید تعصبتون رو بذارید با اون چیزی که بلدید بذارید کنار، واقعا سعی کنید ببینید که چه حوزه‌ای میتونه ثروت ساز باشه. اما من واقعا این دلم میسوزه به این نسل جدید که الان دیگه دنیای اطلاعاته و آدم گیج میشه. یعنی هر حوزه‌ای هم میخواد یاد بگیره میبینه یکی دیگه تهش در آورده. خب اصلا نمیدونه از کجا شروع کنه، کدوم بازار داره. من یه بار صحبت کردم، واقعا برمیگردم اون سخنرانی در واقع پیتر هینسون توی آلمان که چند هفته پیش داشتم، میگفت دنیای به شدت ناپایدار، تغییرات وحشتناک زیاده، تغییرات تکنولوژی به شدت سریع،
تغییرات سیاسی و اقتصادی هم وحشتناک زیاده. ما قبلا فکر می‌کردیم که اون دوره احمدی نژاد میگفتیم که این کشور که درست نمیشه، ان شاءالله یکی مثل احمدی نژاد گیرتون بیاد. الان دنیا یه همچین اتفاقی افتاده، یکی مثل احمدی نژاد حالا پول و قدرت داره، مثل ترامپ اومده و دنیا ناپایدار شده. یعنی این اتفاقی که الان ما تو کشور ما می‌بینیم تو آلمان هم هست، تو اروپا هم هست. شرکت‌ها نمیتونن برای 6 ماه آینده بدونن اصلا سرپا هستن یا نیستن. خب تو این دنیایی که اینقدر داره تغییرات تکنولوژی، تغییرات سیاسی، تغییرات اقتصادی اتفاق میفته، یه کسی که تازه میخواد بیزنس رو شروع کنه، یه کسب و کار، اصلا چجوری میتونه تصمیم بگیره و منابعش چجوری استفاده بکنه، خیلی خیلی سخت و پیچیده میشه. من از این بابت میخوام این نقطه استفاده بکنم که تنها چیزی که به من یه ذره آرامش میده تو تصمیم گیری، چون نمیتونیم ما الان برنامه‌ریزی مثلا 5 ساله میکنیم، شد 2 ساله، الان شده 6 ماه دیگه، میرسه به هفته و روز دیگه، نمیدونیم آقا 3 ماه بعد چی میشه، اتفاق میفته. تهش یاد اون حکایت 2 نفر میافتم که میرن تو جنگل و اینا، خلاصه یه حیوان درنده‌ای به سمتش میاد، یکی شروع میکنه کفشاشو صفر کردن و اینا، این یکی میگه بنده خودت فکر میکنی مثلا بندتو ببندی از این گوریه میتونی جلو بزنی، میگه مهم نیست اون جلو بزنم، مهم که تو جلو بزنم. الان نکتهش اینه که توی کارتون، بیزنستون، سعی کنید از بقیه که دور و براتون هستش یه قدم جلوتر باشید. 3 تا چیز رو تو خودتون تقویت بکنید، در واقع تاباوریتون و رزیلینستون رو، یعنی مثل آدمی که ورزیده هست برای هر بحرانی خودش آماده میکنه. 2 بتونید ترندها رو پیش بینیتون رو قوی بکنید، رصد بکنید. و 3 این که در واقع قدرت انطباق پذیریتون رو و تصمیم گیری سریع رو در خودتون زیاد بکنید. این بهتون کمک میکنه در این دورانی که اینقدر تغییرات وحشتناک زیاد است یه قدم از بقیه جلو بزنید. هم یه قدم از بقیه جلو زدن یعنی که اون گرگه سراغ شما نمیاد. خب و با این نگاه به نظر من در کسب و کارتون بیایید به سراغ در واقع بحث مدیریت نقدی که من زیاد حرف زدم. میبینم تو مخاطبم دانشجو هستم، مدیر عامل شرکت هست و اینا، واقعا اصلا بگم اوصیکم خلاصه به ثقافت المالیه، این تیکش رفتم عربیشو پیدا کردم، به سواد مالی. واقعا من به نظر من از دانشجو گرفته تا مدیر عامل شرکت واقعا باید سعی کنید سواد مالیتون ببرید بالا. این جزء واجباته و در واقع به اندازه یا بعضی موقع بیشتر از سواد تکنولوژیتون اهمیت داره. حتما روی این در واقع وقت و انرژی بذارید. واقعا مدیریت شرکت بدون این اصلا امکان پذیر نیست. و ریسک های مالی که وجود داره، من اگه بخوام ریسک ها رو چیز کنم، ریسک سرمایه اولیه است، پیش بینی هزینه است، نقدینگی، ریسک در واقع ارز و تورم هست. واقعا بعضی موقع پیش میاد که شما برنامه‌ریزی کردید فروش و سود و حواستون به ارز نیست. ما یه موقع مطالباتم دست شرکت لاک میشد، ارزه اومد 2 برابر شد. یعنی مثلا این مارپله که بازی میکنید میری بالا، بعد یه نیش میخورید برمیگردید اول. یعنی 2 سال هرچی در آوردید با یه بلاک شدن پولتون در دست مشتری و یک جامپ ارزی همه رو از دست دادید رفته و این خیلی خطرناکه. یعنی باید در واقع برای این ریسکاتون رو پوشش بدید. یعنی وقتی شما میاد فروش اعتباری میکنید حتما باید پشت بندش اگه چک میگید برید خرید دین بکنید. برید در واقع الان قانون فکتورینگ را انداختن، میتونید هنوز اجرایی نشده ولی داره اجرایی میشه، میتونید قراردادتون ببرید تسهیلات بگیرید. یعنی حاضر بشید با نرخ بهره 35% در واقع مطالبات زماندارتون رو تنزیل بکنید به خاطر اینکه از ریسک تغییر نرخ ارز فرار بکنید. یعنی این بخشی است که باید شما حواستون به این ریسکا باشه و اگر ریسکا رو نبینید ممکنه زمین بخورید. اما از اون ور داستانم به عنوان مدیر کسب و کار اگه فقط به این ریسکا فکر بکنید اصلا مثل رانندگی میمونه. در واقع اون جسارت و توسعه و سرمایه گذاری مثل اینه که پاتون رو پدال گاز میذارید، اون کنترل ریسک و اینا میشه اون جای ترمز. اگه همش پاتون رو ترمز باشه ماشینتون راه نمیره. اما اگر بی‌محابا گاز بدید خلاصه ممکنه سر از ناکجا آباد در بیارید. به خاطر همین میخوام بگم که توی سواد مالتون ببرید بالا، این ریسک‌ها رو ببینید، سعی بکنید به یک شکلی به قول این اساتید هج کنید این ریسکاتون رو، یعنی یه جوری در واقع پوشش بدید که در واقع از محل اون ریسک‌ها زمین نخورید. مرسی.